با نام یاد خدا. زبان انگلیسی 11 هنرستان. Lesson 2 Traveling the World. سفر کردن به دور دنیا. Conversation page 46. این کلیپ فقط تدریس conversation هست که صفحه 46 کتابتون. لطفاً دقت بفرمایید. Look at the picture. Summer vacation. تعطیلات تابستانی. پلن به معنی برنامه ریزی کردن. پلن فور برنامه ریزی کردن برای چه چیزی؟ بله، برای تعطیلات تابستانی، برای summer vacation. پس پلن فور summer vacation، برنامه ریزی کردن برای تعطیلات تابستانی. حالا چه ساجستشنی شما داریم برای summer vacation؟ چه پیشنهادی داریم؟ ساجستشن به معنی پیشنهاد. میتونیم بگیم Do you have any suggestion for summer vacation؟ آیا پیشنهادی برای تعطیلات تابستانی دارین که مثلا کجا بریم؟ حالا ببینیم پیشنهادات یا ساجستشن هایی که در جعبه پیشنهادات ساجستشن باکسمون هست چیا هستن؟ Suggestion 1. پیشنهاد اولمون کجاست؟ Look at the country. Red country on the map. به تصویر نگاه کنین، تصویر نقشه. کشور قرمز رنگ کجاست؟ درسته؟ کشور چین، چاینا. حالا باید ببینیم که چاینا به چی معروف هست یا به چی مشهوره. famous for معروف بودن یا مشهور بودن به خاطر برای. You see the wall. شما یه دیوار میبینید، دیوار بزرگ چین. The Great Wall of China. The Great Wall of China. دقت کنین، Great به معنی خیلی خیلی بزرگ، Wall به معنی دیوار. پس اولین پیشنهاد ما کشور چین هست به خاطر The Great Wall، دیوار بزرگ چین. Suggestion 2. پیشنهاد دوم. Which country؟ کدوم کشور؟ کشور ایندیا. در تصویر میبینین در نقشه ایندیا، هندوستان. حالا باید ببینیم کشور هند برای کدوم محل تاریخیش معروفه؟ Yes, it is famous for تاج محل. به خاطر تاج محل معروفه. تاج محل چطور جایی هستش؟ تاج محل is a popular destination. Popular destination. Popular به معنی معروف، مشهور، و destination به معنی مقصد، یک جای. Suggestion 2. پیشنهاد دوم. Which country؟ کدوم کشور؟ بله، همینطور که در تصویر میبینین ایندیا. ایندیا، هند، کشور هند. خب هند برای کدوم محل تاریخیش معروفه؟ It is famous for تاج محل. پس India is famous for تاج محل. هندوستان به خاطر تاج محل معروف هست. حالا ببینیم تاج محل چه جور جاییه. تاج محل is a popular destination. A popular destination. Popular معروف، مشهور، و destination هم به معنی مقصد، جا. A popular destination. ما از این کلمات و اصطلاحات در درس خیلی استفاده کردیم و بسیار مهم هستند. حالا بیایم هر دو مقصدی که پیشنهاد کردیم رو با هم مقایسه کنیم. Is China a suitable choice or India؟ آیا کشور چین پیشنهاد خوبی هست یا کشور هند؟ خب ببینیم چین برای چه چیزی معروف بود. یه مرور بکنیم. بله درسته، چین is famous for the Great Wall، برای دیوار بزرگش. و هندوستان برای چه چیزی معروف بود؟ باز هم درست گفتین، به خاطر تاج محل. India is famous for تاج محل. و اما suggestion 3. سومین پیشنهاد که کشور ایران هست. بریم ببینیم چه ویژگی هایی داره ایران. خوب دقت کنین، بسیار مهم هستند. اولین ویژگی، کشور ایران
Iran is a four season country. Four season به خاطر بسپارید 4 فصل. پس ایران is a four season country. یک کشور 4 فصله. دومین ویژگی It's amazing nature. Amazing nature. Amazing شگفت‌انگیز. Nature طبیعت. طبیعت ایران چطوره؟ طبیعتش amazing شگفت‌انگیزه. سومین ویژگی درباره جاها و مکانهای تاریخی ایران historical sites. historical sites جاها مکانها historical تاریخی. و چهارمین ویژگی ایران مردم ایران چطورن؟ مردم ایران hospitable مهمان نواز. دقت کنین hospitable مهمان نواز and kind و مهربان. پس مردم ایران 2 تا ویژگی دارن hospitable مهمان نواز kind مهربان. خب الان متوجه شدیم که در بین 3 پیشنهادی که داشتیم کشور ایران بهترین گزینه است. ایران is the best choice. ایران is the best choice. ایران بهترین انتخاب هست. مکالمه صفحه 46. دقت کنیم به مکالمه بین دیگو و کارلوس. Excuse me sir, I am planning for my summer vacation. Planning for برنامه ریزی کردن برای my summer vacation تعطیلات تابستونم. من میخوام برای تعطیلات تابستونم برنامه ریزی کنم. How can I help you? چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ Actually, I want to visit Asia, but I am not sure about my destination. Destination مقصد. Do you have any suggestion? آیا هیچ پیشنهادی دارید؟ Well, you may have some choices. Choices انتخاب ها، گزینه ها. تو ممکنه که گزینه های زیادی داشته باشی، چند تا گزینه داشته باشی، چند تا انتخاب داشته باشی. You can visit China. شما میتونین از چاینا دیدن کنید. چاینا گفتیم؟ بله درسته، چین. It is famous for the Great Wall. همونطور که توضیح دادیم گفتیم چین به خاطر Great Wall دیوار بزرگ چین معروف هست. Yes, but I was in Beijing 2 years ago. بله اما من 2 سال پیش در پکن بودم. What about India? ساجستشن دوم که بهش میده، پیشنهاد دوم میگه درباره هند چطور. In fact, the Taj Mahal is a popular destination. در واقع تاج محل الان دیگه اینو بلد هستیم یک مقصد destination معروف هستش. But it is hot in summer. اما در تابستان گرم هستش. Probably Iran is the best choice. احتمالاً ایران بهترین انتخابه. The best choice بهترین انتخابه. I heard Iran is a great and beautiful country, but I don't know much about it. میگه شنیدم که ایران کشور زیبا و بزرگی هستش اما زیاد در موردش نمیدونم. Well, Iran is a 4 season country. دقت کنین ایران یک کشور 4 season هست، 4 فصل هست. It has many historical sites. جاهای دیدنی زیادی داره. historical sites and amazing nature. و همینطور طبیعت شگفت انگیزی داره. دقت کنیم به کلمات و عباراتی که گفته شد در اینجا. historical sites, amazing nature, 4 season country. Also, همچنین its people are very kind. مردمش kind هستن، مهربونن. and hospitable و مهمان نواز. It seems a suitable choice. به نظر میرسه که انتخاب مناسبی باشه. But how can I get more information about Iran? چطور میتونم اطلاعات بیشتری درباره ایران بگیرم؟ You can check this booklet. booklet کتابچه راهنما. Or may see our website. یا میتونی وبسایت ما رو ببینی. How to get information about tourist attractions. چطور میتونیم این اطلاعاتی درباره جاذبه های توریستی داشته باشیم. attractions جاذبه ها. 3 تا عبارت رو یاد بگیرین. travel agents کارمندان آژانس هواپیمایی. booklets
کتابچه های راهنما. search the website جستجو کردن یا سرچ کردن در وبسایت ها. به حل چند نمونه سوال دقت کنید لطفاً. کلمه ناهماهنگ رو باید پیدا کنین. شماره 1 travel مسافرت، trip مسافرت، nation ملی، journey مسافرت با کشتی. پس کلمه ناهماهنگ nation هست. نمبر 2 local محلی، international بین المللی، domestic داخلی، national ملی. پس کلمه ناهماهنگ national هستش. نمبر 3 hospitable مهمان نواز، kind مهربان، polite با ادب یا مؤدب، angry عصبانی. angry متفاوته چون این صفت منفی هست، اون سه تا صفت‌های مثبت هستن. نمبر 4 jungle جنگل، town شهرک یا شهر کوچک، desert بیابان یا صحرا، plain دشت. پس کلمه متفاوت town هستش. نمبر 5 یوروپ، آسیا، اسپین، آفریقا. اروپا، آسیا و آفریقا قاره هستن، اسپین کشور، پس اسپین متفاوت هستن. قسمت تعاریف گفته کلمه ها رو با معنی های اونها مطابقت بدین. شماره 1 فقط کلمه‌ای که زیرش خط کشیده شده رو میخونم. entertainment یعنی سرگرمی، گزینه C میشه activities that people enjoy کارهایی که مردم از اونها لذت میبرن. شماره 2 domestic داخلی، گزینه E میشه relating to one country مربوط به یک کشور. culture شماره 3 فرهنگ، گزینه B میشه people's way of life روش زندگی مردم. و شماره 4 range یعنی زنجیره، range یه دسته سری که میشه گزینه A a set of similar things.